از مامان بپرس که آیا میتونه تو رو ببره به اون جایی که تو این زندگی رو انتخاب کردی، زندگی به عنوان وصال رو. اول نگاه کن توی گروه، ببین روح راهنماتو میبینی؟ اصولا یک روح راهنما یک گروه رو اداره میکنه، یک معلم. ببین اون معلم رو میبینی؟ بله. اون کیه؟ استاد راهنمامه که بار قبل دیدمش. خیلی عالیه. آقا بود یا خانم؟ آقا بود؟ آقا بودن و بهم میگن که لقبی که بهم دادی رو با هم صدام کن و میخندن. چه لقبی بهش داده بودی؟ من برای که برای توصیفشون کنم بهشون گفتم دامبلدور. استاد مدرسه هری پاتر. استاد مدرسه هری پاتر. خب یک سوال بپرس. خیلی زیادن کسانی که نمیدونن اومدن تو این دنیا چیکار کنن. یک کد اگر بخوایم بهشون بدیم که بفهمن یا بتونن سرنخی داشته باشن برای پیدا کردن رسالتشون، اون سرنخ یا کد چیه؟ چطور میتونن راهنماییشون کنن به عنوان یک استاد معنوی؟ الهاماتتون رو جدی بگیرید. همیشه چیزایی که به ذهنتون میاد خیال نیست. متشکرم. ما سعی کنیم به همه کمک کنیم، ولی گاهی آدما با خودشون رو غرق باوراشون میکنن. میترسن باور کنن که چیزایی که به ذهنشون میاد ممکنه توی کنترل خودشون نباشه. چیزایی که به ذهنشون میاد ممکنه توی کنترل خودشون نباشه یعنی چی؟ یعنی القایی باشه از سمت راهنمایان معنوی؟ بله. متشکرم. به ما کمک میکنن، همیشه هستن. بله. همیشه کمکمون میکنن، ولی آدم ها فکر میکنن که خیال کردن، واسه همین جدی نمیگیرن، باور نمیکنن، متشکرم. از کنارش میگذرن. از استادت بپرس از بین چه زندگی هایی این زندگی رو انتخاب کردی؟ دارم کنار استادم توی اون چمنزار راه میرم. خب حس میکنم پدرمه، نه پدر زمینی. احساس میکنم مثل یه پدر دوستش دارم. انرژی حمایتگری ازش میگیری، پدرانه ازش میگیری، درسته؟ به شدت. خب اون تو رو کجا میبره؟ چطور به تو انتخاب های متفاوتت رو نشون میده؟ رسیدیم به یه برکه آب. خب
توی برکه میخوام نشونم. عالیه. هم میگن تو 2 تا انتخاب داشتی. خب چیزی که میبینم یه بچه معلوله. یک بچه معلول. بله. توی همین خانواده با همین پدر مادر؟ نه. نه، یه بچه معلوله که خیلی درد میکشه، خیلی نمیتونه حرف بزنه. چرا یه همچین زندگی رو باید انتخاب میکردی؟ آیا به دلیل کارما بوده یا یاد گرفتن درس‌ها یا چی؟ برای یاد گرفتن. استادم میگن که تو همیشه فرزند خوبی بودی، ولی درسایی که میتونستی توی اون زندگی بگیری با درسای این زندگیت فرق میکرد. آیا تو همچنان باید اون زندگی به عنوان یه معلول رو بری یا نه میتونی انتخاب کنی که نری؟ میگن بستگی به تلاشت توی این زندگی داره. از استادت بپرس توی اون زندگی به عنوان معلول قرار بود چه درس‌هایی رو یاد بگیری؟ اینکه یاد بگیرم به بقیه اجازه بدم به هم کمک کنن. به بقیه اجازه بدی که به تو کمک کنن. خب اینکه کمک کنم به بقیه که درس صبر بگیرن. درس صبر و عشق. و عشق. میگن صبر، ولی چون آروم و قرار نداری زندگی معلولیت رو انتخاب نکردی. با روحیه تو سازگار نبوده نه؟ بله. بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. پس همیشه معلولیت ها بر مبنای کارما نیست. نه. نه. بسیار خوب. بعضی وقتا عشق خالصه. متشکرم.